قزاقستان، سرزمینی پهناور در قلب آسیای میانه، جایی که تاریخ عشایری، طبیعت بکر و شهرهای مدرن در کنار هم تابلوی کم نظیری ساخته‌اند. کشوری که از شرق به چین می رسد و از غرب تا دریای خزر گسترده می شود و با مساحت عظیمش نهمین کشور جهان به شمار می رود. قزاقستان در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت و از آن زمان تا امروز مسیر نوسازی، رشد اقتصادی و توسعه شهری را با سرعت چشمگیری پیموده است. ثبات سیاسی و منابع عظیم انرژی این کشور را به یکی از امن‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرده است. قزاقستان سرزمینی چند قومیتی است، آمیزه‌ای از مردم ترک تبار، روس، اویغور، آلمانی و اقوام گوناگون دیگر. ریشه‌های فرهنگی این ملت با زندگی عشایری و سنت‌های دیرینه پیوند خورده، سنت‌هایی که هنوز در موسیقی، لباس‌ها و آیین‌های مردم جاری است. اما حضور 70 ساله شوروی رد پای عمیق بر هویت این سرزمین گذاشته است. زبان روسی امروز در کنار زبان قزاقی یکی از دو زبان اصلی جامعه به شمار می رود. بسیاری از قزاق‌ها دو زبانند و در مدارس، دانشگاه‌ها و روابط تجاری روسی همچنان کاربرد گسترده‌ای دارد. این در همتنیدگی فرهنگی چهره منحصر به فرد از قزاقستان ساخته است، جایی که شرق و غرب، سنت و مدرنیته در کنار هم زندگی می کنند. در پهنه این دشت‌های کهن شهرهای مدرن و آینده‌گرا قد برافراشته‌اند. آستانه، پایتخت، نمادی است از جسارت معماری معاصر. برج بای ترک، کاخ صلح و آشتی و مسجد عظیم حضرت سلطان نشانه‌هایی از چهره تازه این کشورند، شهری که نگاهش به فرداست. Tanrım terin bağıtın mı? Medetin mengi baylı Kazakistan ruhu bir şurtu. آلماتی اما روح فرهنگی قزاقستان را در خود حفظ کرده است، شهری سبز و پر جنب و جوش که در دامنه‌های تیانشان می درخشد. کافه ها، گالری ها، سالن های موسیقی، پیست اسکی و خیابان های همیشه زندهش آلماتی را به مقصد نخست گردشگران بدل کرده است. در ساعات شب زندگی در آلماتی به ریتمی آرام اما پیوسته ادامه می یابد. رستوران ها، کافه ها و فضاهای هنری تا نیمه های شب روشنند. این شهر امن و قابل اعتماد شب‌های زنده‌ای دارد که تصویر دیگری از زندگی مدرن قزاقستان را روایت می‌کند. قزاقستان سرزمین تضادهای طبیعی است، کوه‌های برفی، بیابان‌های آرام، دریاچه‌های فیروزه‌ای و دشت‌هایی که تا بی‌نهایت امتداد دارند. دره چرین با صخره‌های آتشگونش یادآور گرند کانیون آمریکاست. دریاچه‌های کلسای و کایندی همچون آینه‌های زمردین در دل کوه‌ها می‌درخشند و شنهای آوازخوان پارک ملی آلتین رازهای 1000 ساله را در وزش باد تکرار می‌کنند. شهر تاریخی ترکستان با آرامگاه خواجه احمد یسوی میراث جهانی یونسکو نبضی از تاریخ معنوی این سرزمین را زنده نگه داشته است. اما یکی از عجیبترین و مهمترین نقاط قزاقستان در جنوب این کشور قرار دارد. از این سرزمین بود که انسان برای نخستین بار از جو زمین گذشت.
یوری گاگارین در سال 1961 از همین خاک به فضا رفت و بر تاریخ بشر اثر گذاشت. بایکانور امروز نیز تحت اجاره بلند مدت به روسیه یکی از فعالترین مراکز پرتاب فضایی جهان است. پرتاب‌های روسکاسموس و همکارهای بین المللی در همین نقطه انجام می شود، جایی که خاک قزاقستان سکوی پرش رویاهای بشر به کهکشان هاست. در فرهنگ قزاق اسب تنها یک حیوان نیست، روح دشت های بی پایان است. قزاق ها از هزاران سال پیش به پرورش اسب شهرت داشتند. مسابقه های سنتی همچون کوکپار و بایگاه هنوز با شور و احترام برگزار می شوند. نژادهای اصیل اسب حقوق و جایگاه ویژه‌ای در این فرهنگ دارند و بازتابی‌اند از گذشته عشایری این ملت. قزاقستان با زمین‌های حاصلخیز شمالیش یکی از تولید کنندگان بزرگ غلات در منطقه است. گندم، جو، دانه آفتابگردان و دامداری گسترده بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. این دشت‌های طلایی میراثی ارزشمند و پشتوانه قدرتمند برای اقتصاد رو به رشد قزاقستانند. قزاقستان امروز کشوری است میان گذشته و آینده، میان سنت و تکنولوژی، سرزمینی که در آن میتوان صبح را با طلوع خورشید بر قله تیانشان آغاز کرد، ظهر در آسمان خراش‌های آستانه قدم زد، بعد ظهر نسیمی از تاریخ را در ترکستان لمس کرد و شب را زیر نورهای آلماتی به پایان رساند.